انسان باید که اولا بار انسانی جوانمردی بخواهم من بسوزم، در بین مردم به شرف شوم. نصیحت علما همین است که یعرف حق من هو اکبر من و یوقره. ای خودش کلان سال حرمت کنه، از خودش کلان سالا را حرمت داری کنه. علما را بسیار به درجه بلند حرمت می‌دارد. در شأن آنها سخن گفتن را زبانش نشکاید. اگر کدمی گپ زنه بگه دهن بند، برای تو مناسب نیست. برای میگن رسول الله گفتن که ما وقر شاب شیخا الا قیض الله له شابا عند کبر سینه فیوقره. حیدر خان پیغمبر خدا چی میگویند؟ کدام جوان مردی که آدمی موسفید را حرمت بدارد، آب طهارت به دستش بدهد، کلوش او را بماند، یک احترام دیگه، یک چیز یک در اتوبوس جاش بدهد، یا در ماشین بگه موسفیده به خانهش برم دعاش بگیرم، یا کم بغلی محتاج یک سه احسانش بکنه، یا در حکومت کارش بود کردن نمیتونه، دلهای همو را بگیره اداره به اداره کاری همو را بود کنه. موسفیدی به عصاره پیغمبر خدا فرمودن در حالت پیری همین مرد در جای همینی که خدا با یک جوان مردی را خدمتگاری میگرداند. والله راست است، قسم به خدا راست است. در همین دنیا میبینه با او اجر آیندهش در نزد خداست، اجرش در نزد خداست. احسان ملت مسلمان، هموطنان عزیز، دین پاک خدا همه ما و شما را به اخلاق نیک دعوت میکند، لیکن صد افسوس پندپذیر قبول کنندگان نصیحت. گپ اینجاست که ما و شما را خدا هدایت بکنه که نصیحت های پیشوامون سید و رهبرمون محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم را گرفته باشیم.